سلام رفقا، خیلی مخلصیم. خیلی خوش اومدید به جلسه پلاک خوانی و تشخیص قدرت موتوری که پلاک نداره. خب رفقا، ما توی این جلسه 3 تا روش بهتون یاد میدیم که از کجا بدونید این موتور قدرتش چیه و روی چه کولری باید نصبش کنید. خب ساده ترین راه که پلاک خوانی. ببینید رفقا، این HP که اینجا نوشته این به معنی اسب بخاره، یعنی قدرت این موتور. حالا اگه پلاک داشت که از روی HP میتونید تشخیص بدید که قدرتش چیه. حالا اگه پلاک نداشت، ببینید رفقا، این دسته‌ای که واسه جابجایی گذاشتن روی این موتور واسه 1/3 قرمزه، واسه 1/2 سفیده و واسه 3/4 سبزه. این دستش آب شده نیست، ولی ببینید مشخصه این دسته سبزه. پس شد 1/3 دسته قرمز، 1/2 دسته سفید و 3/4 دسته سبز. خب 1/3 ما گفتیم واسه کولر 3500 و 4500، 1/2 گفتیم واسه کولر 5000 و 6000 و 3/4 گفتیم واسه کولر 7000. خب تا الان 2 تا روش ما یاد گرفتیم. یکی این که از روی پلاک که HP نوشته بتونیم تشخیص بدیم قدرتش چیه. 2 اینکه از روی دسته به شرطی شما میتونید تشخیصتون درست باشه که دسته فابریکی روش باشه. مثلا این موتور واسه تعمیر نرفته باشه که دسته 3/4 گذاشته باشن روی 1/3 یا روی 1/2. خب بس تا اینجا 2 تا روش داره. روش آخر، روش سوم، اندازه سیم پیچ این موتور هست. خب ببینید رفقا، ما اینجا خب 3 تا موتور رو داریم، هم 1/3 1/2 و 3/4. ببینید رفقا، این 1/2 این 3/4 از داخل اندازه سیم پیچ دوتاشون یک اندازه، ولی این 1/3 یکم کوچیک‌تره. یعنی اون هسته‌ای که داخلش سیم قرار داره یکم طول شیارش کمتره. از این قسمت سوراخام که شما نگاه میکنیم مشخصه که حالا یا یه دونه سیم بفرستی بره داخل، مشخص میشه که حالا اندازش چقدره. خب پس 1/3 هستش یکم کوچیکتره و 1/2 و 3/4 اندازش یکیه. خب حالا پس الان که 1/3 مشخصه که قدرتش چیه، از روی ظاهر مشخص. حالا 1/2 3/4 از کجا تشخیص بدیم؟ ببینید رفقا، این موتور واسه 1/2 دیگه. یه چی بهتون بگم رفقا، ببینید این موتورها موتوژن اصلی هن. موتوژن اصلی فقط 3/4 خازن داره و 1/3 و 1/2 خازن نداره. یعنی یک راه تشخیص همینه که یعنی از 1/2 و 3/4 اینه که این خازن داره. حالا اومدن موتورهای جدیدی زدن که همشون خازن دارن، یعنی رو هر موتوری 2 تا خازن گذاشتن، مثل الکترو موتورها. خلاصه پس 1/3 ما ببینید الان این 1/2 شما ببینید این قسمت دیگه سوراخ‌ها تمام میشه دیگه، این بغل سوراخ نداره. ولی 3/4 ببینید این سوراخ‌ها که تمام میشه اینجا یه سوراخ داره که سیمای خازن اومده بیرون، یعنی این 2 تا سیم میرن روی خازن وصل میشن که یکیش مال پلاتین یکیش مال سیم پیچ استارت، ولی 1/2 نداره. خب شما وقتی این هسته رو میگیرید کامل میچرخونی و هیچ سوراخی واسه خازن نداره، ببینید هیچ سوراخی واسه خازن نداره، خب متوجه میشید که این موتور 1/2 و این 3/4 و این 1/3. خب مرور کنیم با هم. اول که قدرت، دوم دسته، سوم اندازه هسته. خب هسته داخلی این موتور کوچیک‌تره و این 2 تا اندازه‌شون یکیه، هم طول هسته و هم قطر روتور. و تشخیص 3/4 از 1/2 که این سوراخی که اینجا هست واسه سیم‌های
خازن. خب حالا این موتور رو میذارم کنار و پلاک این موتور رو زوم میکنم و پلاک خانی رو بهتون توضیح میدم. خب دوستان ببینید، بخش اول از پلاک برند موتور رو نوشته و این قسمت لوگوی اون برند که این موتوژن تبریزه و اینم لوگو. بخش دوم تیپ موتوره که حالا مشخصات موتور رو نوشته باشه. بخش بعدی آی پی یعنی درجه حرارت، درجه حفاظتی موتور. بخش بعدی HP به معنی اسب بخار، یعنی قدرت موتور بر حسب اسب بخار اینجا نوشته واسه ما که 1/3. بخش بعدی RPM دور این الکتروموتور. خب این موتورهای کولرابی 2 تا دور دارن، یه دور کم و یه دور تند. حالا اینجا نوشته 1425 این واسه دور تنده و این 950 واسه دور کمه. خب حالا این بخش رو ببینید، آمپر که با کلمه A به ما نشون میده، نوشته 4.3 و 2.3. خب حالا اینا رو از کجا باید متوجه بشیم که کدوم مال کدوم دوره؟ ببینید این 950 دور که دور کمه، ببین تو گزینه دوم نوشته، یعنی این اول 1400 دور نوشته بعد 900 دور نوشته. حالا اینجا تو بخش آمپر هم همینطوریه، اول آمپر دور تند نوشته و بعد آمپر دور کم. این است. و این وی یعنی ولتاژی که این الکتروموتور باش روشن میشه. H هم که همون فرکانس موتوره که 50 هرتز برق ایران. و دیگه چیزای مهمش واسه ما همینه که خیلی مهمه و زمانی که بخوایم واسه مشتری مشاوره خرید بدیم همینا رو باید بدونیم و از روی اینا برای مشتری موتور انتخاب کنیم. خب حالا بعضی از موتورها روی قسمت پلاکشون سربندی پلاتینش رو نوشته و شما میتونید از روی پلاک پلاتین رو هم سربندی کنید که در ادامه ما سربندی پلاتین رو بهتون میگیم چطوریه. یعنی این موتور کامل باز میشه و سیمای پلاتین رو بهتون توضیح میدیم، هم از داخل و هم از بیرون. خب تا اینجای کار شما پلاک‌خوانی رو یاد گرفتین و تشخیص قدرت موتوری که پلاک نداره. خب رفقا دمتون گرم که تا اینجای آموزش همراهید و از اینجا به بعدش هم همراهمون هستین و آموزش میبینید. کانال یوتیوب رو سابسکرایب کنید و به دوستاتون هم معرفی کنید که این آموزش های رایگان رو از دست ندن و نرن جای دیگه برای این آموزش هزینه کنن. خیلی مخلصیم، موفق باشید.